ҳамкориҳои тоҷикистон ва эрон ба марҳилаи сифатан нав ворид мешавад. робитаҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии эрон бар пояи пайвандҳои таърихӣ, фарҳангӣ, тамаддунӣ ва забонӣ тавсеа ёфта, имрӯзҳо ҳамкории фарогири ҷонибҳо дар соҳаҳои иқтисодию тиҷоратӣ, аз ҷумла дар соҳаҳои нақлиёту энергетика, саноату кишоварзӣ, фарҳангу маориф ва илм чун омили муҳими таҳкиму густариши муносибатҳои ду давлат арзёбӣ мегарданд. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии исломии эрон Масъуд Пизишкиён ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон форуми олимону пажӯҳишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон баргузор гардид. қабл аз оғози форум ҳайати олимону пажӯҳишгарони эрон бо дастовардҳои олимону пажӯҳишгарони муассисаҳои илмӣ таҳқиқотии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шинос шуда, ба дастоварду натиҷаи таҳқиқотҳои олимону муҳаққиқони توجیک مراقو توجهی به اندازه ظاهر نمودند. امروز از نمایشگاه دستاوردهای علمی و تکنولوژی بازدید داشتیم. خوشحالم از پیشرفت‌هایی که آکادمی داشت در حوزه‌های علمی که برای من جذاب بود. این مجموعه غرفه‌هایی که بازدید کردم هر کدوم یه نوآوری داشتن. فکر می‌کنم تاجیکستان در آینده در مسیر یک جهش قرار میگیره در حوزه علمی و آن چیزی که میتونه زیرساخت‌های کشور رو توسعه بده تکنولوژی علم و دستاوردهای داخلی است. این به این معناست که تاجیکستان به این باور رسیده که جوانانش قدرت توسعه تکنولوژی و ساخت رو برای همه کالاها و همه تکنولوژی‌ها دارن. این جسارت ورود به این حوزه قدم اول بود که من در این نمایشگاه دیدم. آغاز یک تحولی است از جمله در حوزه روابط علمی. ما معاونت علمی و فناوری ما اطلاع داده شد که مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان در پیشبرد کارهای علمی و تحقیقاتی سمی نظارت گذاشته در سمت‌های گوناگون به دستاوردهای ارزشمند نائل می‌گردند. سپس در بینای اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان فورومی عالمان و پژوهشگران جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران دایر شد. همکاری‌های علمی بین کشورهای ما روز تا روز مستحکم شده ایستادند. عالمان ما کوشش می‌نمایند که کارهای علمی تحقیقاتی زیادی را به انجام رسانند. زیادتر تکیه به علم‌های دقیق کردند و متخصصان ساحه ریاضیات، شیمیا و دیگر متخصصان هم در اینجا اشتراک داشتند و خیلی عالمان برجسته ایرانی هم در اینجا برآمد کردند. سخنگویی های خیلی زیادی هم کردند. شهر دوشنبه پایتخت کشور عزیزمون به یک مرکزی فرهنگی مبادل گردیده است که ما می‌بینیم که قریب که هر ماه در 2-3 مراتب مثلا کنفرانس های بین المللی در تاجیکستان در دوشنبه عزیزمون برگزار می‌گردد. از این رو البته در دورنمای کاری در مناسبت‌های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران کارهای زیادی را پیشکش کردند که باید که تبادل بین دانشجویان و استادان هم در نظر داشته شود. تاکید گردید که سالهای اخیر گسترش و تحکیم رابطه‌های دوستی و همکاری گوناگون جنبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تقویت یافته در دایره همکاری‌های سودمند عالمان و پژوهشگران دو کشور همزبان پیوسته در یکجایگی تحقیقات‌های علمی گذرانیده تاریخ و فرهنگ بای و غنی خویش را از نو احیا نموده جاویدانه نگاه می‌دارند. آثار عالم شمول عالمان و بزرگان تاجیک و فارس از قدیم در جهان مشهور گردیده در بین هواداران شعر و ادب جایگاه خاصه را کسب نموده است. ما باید یک جایه مشترک همکاری کنیم تا اینکه ارزش‌های خود را حفظ کنیم، تا اینکه دستاوردهای فرهنگ و تاریخ خود را حفظ کنیم. کارکرد و از نو بچه‌ها برآوردن شاهنامه که این هم یک تشبوسی پیشوای ملت محترم رحمان میشد و یعنی که اون را برای مردم تاجیکستان و ایران از سر نو پیشنهاد نمودن در کارکرد نو این هم یک کاری خیلی بزرگ است و البته ما باید در اینجا مثلا زبانشناسا و ادبیاتشناسا همکاری نمایند. در این فروم عالمان و پژوهشگران جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران وارثان اصلی ابو عبدالله رودکی و ابوالقاسم فردوسی به هم آمده بهر تقویت بخشیدن کارهای علمی تحقیقاتی و مستحکم نمودن رابطه‌ها اندیشرانی نمودند. من دکتر محمود اکرامی هستم. دیشب که اومدم اینجا شهر دوشنبه رو شهر دیگری دیدم. تو همین خیابان رودکی که من آمدم قبلا و امروز اومدم
خب تفاوت‌هایی در ساختمانسازی، در لباس مردم، در فرهنگ مردم، در ارتباطات مردم، ساختمان‌های جدید. مثلا من اون زمان ساختمان‌ها رو با نمای سیمان می‌دیدم، امروز با نمای سنگ، با نمای دیگه و رنگ‌های دیگه، تنوع رنگ، تنوع ساختمان، بلند مرتبه سازی، نوسازی، همه اینها دلیل پیشرفت هست. این پیشرفت و این کار ستودنی است و شایسته ملت بزرگ تاجیکستان هست و بیشتر از اینها هم هست که حتما این اتفاق خواهد افتاد. با اون که گفت زمین و زمانه بی نور است، بگو بیا به دوشنبه که وادی تور است. از لحاظ فرهنگی ما پیشینه تاریخی و پیشینه فرهنگی مشترکی داریم، اهم از آیین‌های نوروز، آیین‌های چله و آیین‌های سده و خیلی آیین‌های دیگر. افتخار میکنیم که شاهنامه رو داریم، افتخار میکنیم که کمال خجندی رو داریم، افتخار میکنیم که رودکی داریم، ناصرخسرو قبادیانی رو داریم. هدف از برگزاری فورум تحکیم منبعده همکاری‌های بسیار جانبه و دو جانبه بین دولتی در ساحه علم و فناوری، متحد نمودن نیروی علمی عالمان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، اینچنین بررسی مسائل هماهنگسازی تحقیقات علمی در دایره یک پلتفرم ارزیابی شد با مقصد مستحکم نمودن رابطه‌های علمی و تحقیقاتی عالمان و پژوهشگران تاجیکستان و ایران در فورум مسائل تحلیل و معین نمودن سمت‌های افضلیتناک کارهای مشترک علمی، مساعدت به همگرایی ثمرناک علمی در کشورهای تاجیکستان و ایران، تهیه لایحه‌های نو علمی، تشکیل و گذرانیدن اکسپدیسی‌های یکجایی علمی، مساعدت به پهن نمودن تجربه استحصالات در ساحه علم در جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با مقصد بلند برداشتن صفت تیار نمودن کادرهای علمی، معین نمودن سمت‌های افضلیتناک رشد تحقیقات علمی بنیادی و تهیه تدبیرها عاید به جاری نمودن نتیجه آنها در سمت علم معاصر مورد تحلیل و بررسی قرار داده شدند. اشتراکداران فورум ابراز داشتند که برای رشد همکاری‌ها در سمت‌های افضلیتناک یکجایی تحقیقات‌های علمی، هماهنگسازی لایحه‌های مشترک علمی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان با مؤسسه‌های علمی جمهوری اسلامی ایران به دست آوردن موقع موافق در بابت تشکیل و گذرانیدن تجربه علمی تلاش خواهند ورزید. با نظرداشت زبان، فرهنگ و تمدن مشترک، همکاری‌های فرهنگی و گومانیتری بین تاجیکستان و ایران دارای ظرفیت‌های بزرگی رشد می‌باشد. در این برابر همکاری‌های نزدیک رسانه‌ها، عالمان و پژوهشگران، ساده کردن رفت و آمد مردم به ویژه برای رشد سیاحی، توانمندی‌های زیاد را برای وسعت یافتن همکاری‌های آینده کشورها به وجود می‌آورد. ظفر خیمزاده، بهادر قربان، جاوید نظامی، اخبار.